قشنگ به مالکش میدی. هر موقع ماهیام این مدلی مزه‌دار میکنم همه میگن به به. حالا اگه همین اول کاری این پست رو لایکش بکنی، سیوش کنی، باور کن خوشمزه تر میشه. هسته لیمو خشکا رو کامل بگیر که یه موقع غذا تلخ نشه بیای بگی این چی بود یادم دادی. بعدم با آب جوش قاطی میکنی و تو میکسر میکسش میکنی، میریزی روی ماهیات. 2 ساعت بمونه ماهیات تا قشنگ مزه دار بشه. همینطور پلمالکش میدی تو آب. ببین شما هر مدل ماهی که دوست داشتی رو میتونی این مدلی مزه دارش بکنی. اینم بهت بگم اگه دوست داری بیشتر طعم لیمو خشکو بگیره میتونی با همون مواد بذاریش توی فر. غذا باید اینجوری با آدم حرف بزنه. نگاش کن تو رو خدا، رنگش رو ببین. ولی من خسته شدم بس که از خودم تعریف کردم. دیگه نوبت شماست. دیگه شما یه چیزی بگین. راستی تو کامنت ها بهم بگین پلمالک یعنی چی؟ کیا متوجه شدن اینو بگن. اینجوری همیشه همه از دستپختت تعریف میکنن، میگن به به عجب کدبانی.